با تشبث اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت در تمام گوشه و کنار کشور یک قطار انشاءات‌های خرد و بزرگ تعییناتشان گوناگون ساخته به استفاده داده شد و بعضی از آنها تا به حال ادامه دارد. از جمله در ناحیه رشت کوچه امام محیدی نو شهرک غرب ساختمان کودکستان زمانوی آغاز گردیده با سرعت رفته ایستاده است. استروی متریال یگان تنقیسی نداریم. استروی متریال همش ساز یگان کمودی نیست. کار پیش رفته است. نصیب کرده باشه انشاءالله در وقت معین به آخر میرسد. همه ابیکتی مثال صدیق. کودکستان مذکور از 2 آشیانه و 10 حجره عبارت است. ناگفته نماند که باغچه در موضع جاگیر است که به ساکنان گرد و اطراف دسترسیش قلای است. در حقیقت خیلی که شما میبینید در این انشاءات کارها در سطح عالی به راه مانده شده ایستادند و این همه با دستگیری پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان به دست آمده است. عبدالحیات خیامی، طاهرов عبدالعزیز برای برنامه رشت نیوز.